الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، متفق عليه. ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کند فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم: لولا ان اشق علی امتی، اگر نمی بود مشقت آوردن من، تکلیف دادن من امتم را، ای چیز باعث نمی بود یا سبب نمی گردید، چه کاری می کردم؟ لامرتهم، حتما امر می کردم امت خود را به چی چیز؟ بالسواک، به مسواک زدن. در چی وقت؟ عند کل وضوء، در هر وقتی وضو گرفتن، یا در روایت عند کل صلات، در هر وقتی نماز. این حدیث بخاری و مسلم روایت کردن. از حدیث فضل و برتری مسواک دانسته میشه. مسواک یکی از سنتهای گرانبها و سنتهای مرغوبی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. البته این سنت است، نه واجب. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث اشاره است که اگر مشقت نمی بود، تکلیف نمی بود بالای امتم، این چیزا واجب قرار می دادم، به خصوص در وقتی وضو، در وقت نماز. لکن کمال مهربانیشان، شفقتشان بالای امت سبب گردید که این را واجب قرار ندادن. و از حدیث همچنان اهمیت مسواک در وقت نماز دانسته میشه و همچنان در وقت وضو. حتی وضو هم سبب از برای نماز است، یعنی اصل هدف نماز است. در وقت نماز انسان اهتمام خاصی به مسواک زدن بدهد، چون انسان در وقت نماز مناجات با پروردگار خود دارد. پروردگار ذاتی پاک است، ذاتی زیبا است، پاکی را دوست دارد، زیبایی را دوست دارد و همچنان به زیبایی در وقت مناجات بندگان خود امر می کند. می فرماید: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ای بنی آدم بگیرید، استعمال کنید زینتتان را عند کل مسجد، در هر وقتی داخل شدنتان به مسجد، در هر وقتی که برای عبادت پروردگار استاد می شوید، زینت خود استعمال کنید، لباس پاک بپوشید و بدن خود پاک کنید و قسمی که مسلمان مطلوب است باطن خود از کفر و شرک و خرافات و از تمام بدعات و مزخرفات پاک کند، همچنان مطلوب است که ظاهر خود از تمام پلیدی ها و هر آن چیزی که سبب اذیت قرار میگیره اونها را هم پاک بکند. و مسواک هم یکی از راههایی است، یکی از وسیله هایی است که انسان به یک عضوی بسیار مهم خود پاک میکنه. دهان بهترین و خوبترین عضوی در انسان است. از طریق دهان نطق میکند، تلاوت میکند، ذکر اذکار الله تعالی را میکند و از طریق زبان وعظ و نصیحت میکند، با مردم حرف میزند. در تمام این صورتها پاکی انسان مطلوب است. کوشش کند انسان با زبان پاک، با دهن پاک و با حنجره پاک ذکر اذکار و عبادت پروردگار خود انجام بدهد و حتی با یک شخص دیگری که روبرو می شود به او حرف می زند در کمال نهایت پاکی و طهارت بوده باشه، که تا این که برادر مسلمانش یا حتی شخصی دیگری عام ولو که کافر هم بوده باشه از این کدام اذیتی احساس نکند. و اسلام دینی پاک است و دین نهایت زیبا است،
و انسان مسلمان زیبایی خود به نزد دیگرها آشکار کند و ظاهر کند تا اینکه این راهی بوده باشه برای دعوت اسلام و برای پذیرفتن اسلام دیگر مردم ها که به این دین داخل شوند. مسواک قسمی که تأکید شده در وقت عبادت و همچنان در جاهای دیگری هم مطلوب است که انسان از مسواک استفاده کنه، به خصوص وقت تلاوت قرآن عظیم و شان و وقتی وارد شدن داخل خانه، چون وقتی که انسان داخل خانه وارد میشه با اهل خود ملاقات میکنه، با فرزندان خود ملاقات میکنه، از دهانی از این چیزی را احساس نکنن که سبب نفرتشان شوه. و همچنان وقتی که انسان از خواب خود بیدار می شود، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که از خواب بیدار می شدن دهان خود با مسواک پاک می کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند السواک مطهرة للفم و مرضات للرب. مسواک سبب پاکی خوشنودی پروردگار می باشد. سبب پاکی دهن، سبب پاکی دندانها، سبب پاکی حنجره و گلو و امی پاکی را الله تعالی دوست دارد و به این خوش میشه. پس بنده مسلمان به مسواک اهتمامی خاصی بدهد. البته قابل تذکر است بدیل از مسواک در این وقتها برش دندان یا کریم دندان که استفاده میکنن و در بسیار جاها کدام باکی نداره. انسان به هر وسیله‌ای که دهان خود پاک میکنه، دندانهای خود پاک میکنه، درست است که وسیله را استفاده کنه به شرطی که به این ضرر نرساند، به دهان ازی، به دندان ازی، به ویره های ازی ضرر نرساند. البته یک کرم دندان یا برش دندان کفایت از مسواک نمی کند، یعنی به این معنا که انسان بدیل کامل مسواک قرار ندهد و این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به سبب برش دندان یا به سبب کریم دندان ترک نکند، بلکه مسواک یک اهمیت خاصی داره، بلکه حتی فواید خاصی دیگری داره که او فواید در کریم دندان و در برش دندان شاید نبوده باشه. برای احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، گرامی داشتن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، برای مسواک اهمیت خاصی داشته باشه، اهمیت خاصی بدهد و همیشه همراه خود مسواک حمل کنه و در جیب خود باید مسواک داشته باشه و این سنت عام بکند. متاسفانه دی وقت در بسیار کم جاها مردم به این سنت عمل میکنن و از مسواک استفاده میکنن. انسان سبب شود که مسواک در مجتمعات عام بسازد و دیگرها هم از این استفاده کنه تا اینکه سبب اجر برای دیگرها هم شود و از طریق از اونها برای ازی هم الله تعالی اجر نوشته کند. الله تعالی ما را به عمل به دینش و عمل به سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم توفیق بدهد و زندگی ما را آراسته با دین اسلام بسازد. بارک الله فیکم.